لحظات بسیار بسیار حساسی است و تقابل محمد علی و محمد یوسف جهانگیر در فینال مویتای بازی‌های کشورهای اسلامی. چه ورزشکاری صاحب مدال طلا خواهد شد؟ اوه، چه لحظات عجیبی است. ما قهرمان شدیم، ما به مقام قهرمانی رسیدیم. اولین مدال طلای تاریخ افغانستان در بازی‌های کشورهای اسلامی. وای، مدال طلا محمد یوسف جهانگیر برای اولین بار در تاریخ برگزاری بازی‌های کشورهای اسلامی افغانستان را صاحب مدال طلا کرد. چه اتفاق خوشحال کننده ای. ما به مقام قهرمانی رسیدیم و این ورزشکار با درد، با تلخی، بعد از پشت سر گذاشتن مشکلات فراوان بیرق مقدس افغانستان را بالای سر میبره و به مقام قهرمانی رقابت‌های کشورهای اسلامی دست پیدا کرد.